با شهادت حضرت عمر حضرت علی گریه میکنن. آیا حضرت عمر زمانی که از مدینه بیرون شدن حضرت علی در جای خود ننشاندن به عنوان جانشین؟ حضرت علی و حضرت عمر چی مناسبت های داشتن؟ فقط یک چیز را اشاره می کنم برای بیداری جوانها، اینها همه در کتب معتبر تشیع و تسنن ذکر شده. همه اینها هر کس می تواند کتب را جستجو کنه و آنها را ببینه. حضرت علی کرم الله وجهه بعد از شهادت حضرت عمر چی زیبا می فرمایند. حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حضرت علی اسد الله الغالب، شمس المشارق، اون شوهر خاتون قیامت، چی زیبا می فرماید. وقتی که حضرت عمر شهید می شود چی میگه حضرت علی؟ چی شخص عجیبی بود. اینها قول حضرت علی هست. چی شخص عجیبی بود که جیها را راست و بیماری های اجتماعی را مداوا کرد، سنت پیامبر را به پا داشت و فتنه و آشوب را به عقب انداخت، پاک دامن و بدون عیب از جهان رفت، نیکویی خلافت را دریافت و از شر آن پیشی گرفت. خدای بزرگ را اطاعت نمود و آن طور که لازم بود از خداوند می ترسید. اینها قول حضرت علی کرم الله وجهه در شأن حضرت عمر هست. این در کجا ذکر شده؟ آیا مشکات المصابیح در کتاب ما؟ آیا سوهای سته؟ این را از کتاب معتبر خود تشیع. چیست این قول حضرت علی؟ در کجاست؟ نهج البلاغه شرح فیض الاسلام صفحه 721 خطبه 219 و همچنین در شرح مصطفی زمانی صفحه 551 خطبه 221. بردارن بزرگای تشیع. اما من مطمئنم بزرگای تشیع انسانهای عاقل همه اینها را میگویند و میدانند. بیشتر یاد کردم وقتی ما و شما از زبان شیخ آصف محسینی حرفای آیا چقدر شنیدیم که از حضرت عمر میگویه و تعریف حضرت عمر میکنه. اما این انسان جاهل، این انسان از خدا بیخبر، این انسان مرتد که نه شیعه نه سنی. به همین ترتیب باید ما منافق از غیر منافق را ما بشناسیم. باید شیعه و سنی به جستجوی چنین انسانهای مزخرف، انسانهایی که بین امت اسلام کینه می اندازن و وحدت و شیرازه امت اسلام را به هم می ریزن. من این را با صراحت کامل میگم، اگر این انسان جاهلمند اگر در افغانستان می بود به والله قسم به جای خود نمی نشستم تا این که اون را به درک واصل می کردم. من حالا هم مطمئنم اگر آقای دانشمند اگر از این حرفهای خود صرف نظر نکنی، این را بدان در هر گوشی از دنیا زندگی کنی، اون شاگردان مکتب اسلام و اون شیر مردان و اون شمشیر زنان عمر به سراغت خواهد رسید. حضرت عمر و پیروان عمر را به دست کم برداشتی، فکر کردی که و شجاعت عمری را از یاد برده‌ای. تا به امروز من مطمئنم وقتی نام حضرت عمر را تو انسان بدبخت میشنوی لرزه به اندام تو میافتد، وجود تو میلرزد، قلب تو میلرزد. اما مطمئن باش که اگر از این حرف و قول خود بر نگردی و پوزش نخواهی و معذرت نخواهی، در هر گوشه از دنیا باشی، من مطمئنم که سربازان عمر به سراغت خواهد آمد. خدای تبارک و تعالی بر همه ما توفیق بده تا اینکه منافق و صفت نفاق را ما بشناسیم. همه ما باید چی شیعه چی سنی باید همه ما وحدت داشته باشیم. ها ما فقط
کسی که به اصحاب رسول خدا توهین کنه، به خلفای راشدین توهین کنه، به ام المؤمنین عایشه صدیقه توهین کنه، اگر به مقدسات توهین کنه، بر علاوه که با ما برادر و برابر نیست، ما علیه این انسان مبارزه خواهید کرد تا یک قطره خونی که داریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. درود ختم.